شما در جهانی زندگی می کنید که توازن قدرت در اون به تازگی شکل گرفته. امپراتوری بیرحم و هراس‌انگیز آشور که برای قرنها کابوس جهان متمدن بود. 60 سال پیش در سال 612 پیش از میلاد در اتحادی تاریخی بین مادها و امپراتوری بابل برای همیشه سقوط کرد و پایتختش نینوا با خاک یکسان شد. امروز قراره بریم به 550 سال قبل از میلاد. امروز شما در نقش یک سنگتراش ماهر به نام آریاسپا در پایتخت باشکوه مادها حکمتانه ظاهر میشید. شما مشغول کار روی تزیینات کاخ پادشاهی هستید که به نظر ابدی میاد، اما زیر سطح این شهر آروم توطئه ها و پیشگویی هایی در جریانه که میتونه سرنوشت جهان رو تغییر بده. صبح شما نه با صدای پرنده ها بلکه با همهمه دوردست شهری بزرگ آغاز میشه. کلان شهری که کم کم بیدار میشه. حکمتانه، قلب تپنده امپراتوری ماد، جایی که هر روزش مثل ورق تازه‌ای از تاریخ ورق میخوره. خونتون وسط محله صنعتگراست. دیوارای کاهگلی هنوز خنکی شب رو تو خودشون نگه داشتن. همسرت دوباره آتیش اجاق رو روشن کرده و بوی دود و نون تازه همه جا پیچیده. پسرت که هم شاگردته و هم همراهت اون گوشه داره حاضر میشه. صبحونت ساده است ولی حسابی میچسبه. یه تیکه نون جوی داغ، یکم پنیر گوسفندی. به همراه پسرت میزنیم بیرون و راهی ارگ میشیم. همین مسیر معمولی امروز یه جورایی شبیه یه سفر جدیده. سفری که بهت نشون میده تو دل این امپراتوری چه خبره. محله صنعتگرا، کوچه های خاکی و باریک پر از زندگی. صدای چکش آهنگرا، غلطیدن چرخ کوزه‌گرا و بوی تند چرم دباغی شده همه جا هست. اینجا همون جاییه که دستای مردم ثروت شاهنشاهی رو شکل میده. هرچی جلوتر میری کوچه ها بازتر و شلوغتر میشن. اما یه چیز فرق کرده. نگهبانا از همیشه بیشترن. با زره های پولکی و نیزه های بلند گشت میزنن و با نگاه سردشون همه رو دیب میزنن. شهر پر از تجمل و شکوهه، ولی زیر پوستش اضطراب میجوشه. از کنار یک کاروانسرا رد میشیم. بازرگانای بابلی با ریش‌های بافته شده دارن بار میزنن. کمی اون طرفتر یه اشرافزاده مادی با ردای بنفش و کلاه نمدی مخصوص سوار اسب اسیر نیسایی با غرور رد میشه. حکمتانه پر از قوم و ملت مختلفه، از پارس و ایلامی گرفته تا ارمنی و آشوری. آخرش به پای تپه‌ای میرسین که ارگ سلطنتی روش ساخته شده. دیوارای بلند و کنگره دارش تو نور صبح مثل نماد قدرت میدرخشن. یه لحظه وای میسی و به عظمتش نگاه میکنی و ته دلت یه جور غرور قلقلکت میده، چون میدونی بخشی از همین بنا رو خودت تراشیدی. این ارگ همه دنیاییه که آریاسپا میشناسه، ولی دنیا فقط به همین جا ختم نمیشه. اکنون در سال 552 پیش از میلاد جهان بین 4 قدرت بزرگ تقسیم شده: امپراتوری ماد، امپراتوری بابل، پادشاهی لیدیه و مصر. شما در عصری زندگی میکنید که تنها 2 سال با بزرگترین چرخش سیاسی تاریخ ایران فاصله دارید. قیامی که به سقوط امپراتوری ماد و تولد امپراتوری هخامنشی به دست کوروش بزرگ منجر خواهد شد. حکومت ماد یک سلطنت موروثیه که روی یک سیستم شبه فئودالی استواره. در رأس این سیستم آستیاک شاه شاهان قرار داره. اون خودش رو جانشین سیاکسار بزرگ میتونه، همون پادشاه جنگجویی که قبایل پراکنده مادی رو متحد کرد. سکه ها رو شکست داد و امپراتوری آشور رو به زانو درآورد. اما برخلاف پدرش، آستیاک بیشتر به زندگی در دربار مجلل حکمتانه علاقه داره و به تعبیر خوابهای مخها تکیه میکنه. زیر دست پادشاه، اشراف و رؤسای قبایل بزرگ مادی قرار دارن که زمینهای وسیعی رو در اختیار دارن و در زمان جنگ فرماندهی نیروهای خودشون رو به عهده میگیرن. بعد از اونا پادشاهان و حاکمان سرزمین‌های تابعه مثل پارس‌ها، ارمنی‌ها، کادوسیان و پارت‌ها هستن که موظف هستن سالانه خراج سنگینی مثل طلا، نقره، اسب، غلات و برده به حکمتانه بفرستن.
و در لشکرکشی‌ها نیروهای خودشون رو در اختیار شاه ماد بذارن. برای کنترل این امپراتوری وسیع، آستیاگ از شبکه‌ای از جاسوسان به نام چشم و گوش‌های شاه استفاده می‌کنه. این جاسوس‌ها در همه ولایات حضور دارند و هر نشونه‌ای از شورش یا خیانت رو مستقیما به پادشاه گزارش میدن. این سیستم باعث شده حتی نزدیکترین مشاوران پادشاه هم در ترس و بی‌اعتمادی زندگی کنند. در میانه کار، سرکارگر با خشم به سمت یکی از کارگرای جوون میاد. اون سنگی رو خراب کرده و سرکارگر با فریاد میگه اگر این سنگ از جنس نقره بود، طبق قانون دستت رو قطع میکردن. قوانین مادها که تا حد زیادی از قوانین بیرحمانه آشور الهام گرفته بود، بسیار سخت و بیرحم بود. هرودوت روایت میکنه که نخستین شاه ماد، دیاکو، با برقراری عدالت و رسیدگی به شکایات مردم تونست قدرت رو به دست بگیره. اما اکنون دستگاه قضا بیشتر در اختیار اشراف و کاهنان قرار داره. جرایم کوچیک مثل دزدی‌های جزئی معمولاً با شلاق یا پرداخت جریمه تموم میشد. اما وقتی پای جرایم بزرگتر به وسط می اومد، اوضاع فرق میکرد. قطع دست یا بینی برای دزدی‌های بزرگ، مجازات سنگین برای جعل یا خیانت در امانت و بدترین ها برای جرایم سیاسی بود. هر توطئه یا شورش علیه شاه با وحشیانه ترین شکنجه ها پاسخ داده می شد. به سیخ کشیدن، زنده پوست کندن یا کور کردن. و این فقط به مجرم ختم نمی شد. خانواده‌اش هم یا به بردگی می رفتن یا اعدام می شدن. این قوانین سخت ابزاری بودن برای نگه داشتن نظم در امپراتوری که از اقوام و فرهنگ‌های گوناگون تشکیل شده بود. به نظرتون این شدت مجازات‌ها واقعاً لازمه تا نظمی امپراتوری بزرگ حفظ بشه؟ یا بیشتر به ظلم و وحشت شباهت داره؟ حتما توی کامنت‌ها برامون بنویسید. خورشید نیمه آسمونه و بازار پایتخت پر از جنب و جوش. بوی ادویه، صدای چکش زرگرا و فریاد بازرگان‌ها فضا رو پر کرده. زمین‌های حاصلخیز دشت‌ها با قنات‌ها آبیاری میشن. گندم، جو و میوه‌ها محصول اصلی هستند. اما تاج افتخار اقتصاد دامداری اسب‌های نیساییه. اسب‌های عظیم و جثه و جنگاور که آوازشون تا سرزمین‌های دور رفته. این حیوانات نه تنها کالای صادراتی استراتژیکن، بلکه نماد قدرت نظامی مادها هم محسوب میشن. کوههای زاگرس گنجینه‌ای از آهن، مس، سرب و نقره. مهارت فلزکاران مادی در ساخت سلاح‌های آهنی برتری بزرگی برای اونها در برابر دشمن دیرینشون، آشوری‌ها به شمار میرفت. در دل بازار شما با یه بازرگان بابلی هم کلام میشید. اون پارچه‌های پشمی رنگارنگ، عطرهای کمیاب و لوح‌های گلی پر از دانش ستاره شناسی برای فروش آورده. بابل نزدیکترین متحد مادهاست و این اتحاد با ازدواج‌های سلطنتی هم محکم‌تر شده. کمی اون طرفتر تاجر ثروتمندی از لیدیه بساط خودش رو پهن کرده. اون طلا و الکتروم یا همون آلیاژ طلا و نقره میفروشه و با غرور از سکه‌های تازه ضرب شده پادشاهش کرزوس حرف میزنه. نخستین سکه‌های تاریخ. اما در ماد هنوز معاملات یا با نقره وزن شده انجام میشه یا کالا با کالا معاوضه میشه. لیدی‌ها رقیب جدی مادها در غربن. گرچه پس از نبرد هالیس پیمان صلحی بسته شد، اما همه میدونن این آرامش چندان پایدار نیست. از طرف دیگه خبرهایی هم به گوش میرسه. کاروانهایی از مرزهای شمالی دارن برمیگردن. میگن بارهاشون به دست سکاها غارت شده. سکاها که روزگاری متحد مادها علیه آشور بودن، حالا به دشمنی بیرحم و غیر قابل پیش بینی تبدیل شدن. بعد از ظهر برای تحویل ابزار به یکی از انبارهای نظامی راهی نزدیکی ارگ سلطنتی میشید. صدای پای اسب‌ها و فریاد فرماندهان در میدان مشق به گوش میرسه، جایی که سربازان ماد در حال تمرینن. ارتش ماد ساخته دست سیاکسار ترکیبی از سنت‌های کهن و نوآوری‌های تازه بود. سوار نظام، قلب تپنده ارتش. سوارانی سنگین اسلحه با زره‌های پولکی و کلاهخودهای برنزی و آهنی. در دستشون نیزه‌های کوتاه و شمشیرهای آهنی. و از همه مهمتر، کمان.
هنر تیراندازی از روی اسب رو از سکه‌ها یاد گرفتن و این مهارت اونا رو به کابوس دشمناشون بدل می‌کرد. پیاده نظام، بدنه اصلی ارتش، از سربازان وظیفه مادی و نیروهای اقوام تابع به ویژه پارسا تشکیل می‌شد. سپرهای بزرگ چرمی یا حصیری، نیزه‌های بلند و صفوف منظم ابزار قدرت اونا بود. بزرگترین افتخار نظامی مادها جنگ خونین و طولانی با آشوریا بود. نبردی که با فتح شهر آشور در سال 614 پیش از میلاد و سقوط نینوا در سال 612 پیش از میلاد به اوج رسید. این پیروزی نه تنها به سلطه یک امپراتوری بیرحم پایان داد، بلکه مادها رو به قدرتی جهانی تبدیل کرد. همینطور که به دروازه ارگ نزدیک میشید، دسته ای از مخها رو میبینید که با لباسهای سفید بلند و حالتی پرهیبت از کاخ بیرون میاد. شما بی اختیار کنار میرید، چون میدونید هیچ طبقه‌ای در امپراتوری به اندازه اونا قدرتمند نیست. مردم ماد به خدایان ایرانی مثل اهورامزدا، میترا و آناهیتا احترام میذارن. آتیش، آب و خاک براشون مقدسه و آلوده کردن این عناصر گناهی نابخشودنیه. مغها در اصل یکی از 6 قبیله ماد بودن، اما به مرور به یه طبقه روحانی و موروثی تبدیل شدن. اونا مجری تمام آیین‌های مذهبی هستند، از قربانی کردن حیوانات گرفته تا خوندن سرودهای مقدس. افزون بر این، قاضی هستند، پزشک هستند، مشاور شاهن و حتی خوابها رو تعبیر میکنن. نفوذشون در دربار آستیاک به حدیه که هیچ تصمیمی بدون مهر تایید اونا اجرایی نمیشه. شاید عجیبترین رسمشون شیوه برخورد با مرده ها باشه. برخلاف دفن یا سوزوندن که خاک و آتیش مقدس رو آلوده میکرد، اجساد رو در بلندی هایی به نام دخمه قرار میدادن تا پرنده های شکاری پیکر رو بخورن. حالا از شما میپرسم، به نظرتون قدرت واقعی امپراتوری ماد بیشتر بر پایه شمشیر سربازاش بود یا نفوذ مخها و باورهای مذهبی؟ نظرتون رو توی کامنت ها بگین. و اگر این سفر در دل تاریخ براتون جذابه، لایک و سابسکرایب یادتون نره. حدود سال 500 پیش از میلاد جهان یک مرکز اصلی داشت، امپراتوری هخامنشی. امپراتوری که کوروش بزرگ پایه‌گذاری کرده بود و حالا در دوران داریوش بزرگ به اوج قدرت و نظم خودش رسیده بود. اینجا با اولین ابرقدرت واقعی تاریخ طرفیم، شاهنشاهی که 8 میلیون کیلومتر مربع وسعت داشت و نزدیک به نصف جمعیت دنیا زیر پرچمش زندگی می‌کردند. از یونان تا هند، سرنوشت ملت‌ها به تصمیماتی بستگی داشت که در قلب این امپراتوری گرفته می‌شد. قبل از اینکه وارد یک روز از زندگی در این امپراتوری بشیم، باید با مردی آشنا بشیم که ستون‌های این جهان رو دوباره سرپا کرد. داریوش بزرگ. داریوش پس از دوره‌ای پرآشوب، مرگ کمبوجیه و ماجرای گئومات به قدرت رسید. او با سرکوب شورش‌های گسترده دوباره آرامش و یکپارچگی رو به شاهنشاهی برگردوند. دوران اون نقطه عطف تاریخ هخامنشیانه و 3 ویژگی مهم داره. داریوش شاهنشاهی رو به 23 ساتراپی تقسیم کرد و برای هر کدوم یک شهربان انتخاب کرد. اون سیستم مالیاتی منظمی برقرار کرد و سکه دریک و شکل رو به عنوان واحد پولی استاندارد رواج داد. این اقدامات به تمرکز قدرت و رونق تجارت در سراسر قلمرو پهناور هخامنشی کمک شایانی کرد. داریوش دستور ساخت پروژه‌های عظیم مثل کاخ آپادانا در شور و مجموعه باشکوه تخت جمشید رو داد. همچنین راه شاهی رو ساخت که سارد در غرب رو به شوش وصل می‌کرد و ارتباط سریع بین شرق و غرب شاهنشاهی رو ممکن می‌کرد. در کنار شاه شخصیتی قدرتمند ایستاده بود، آتوسا. اون نه تنها همسر داریوش و مادر ولیعهد خشایارشا بود، بلکه از طریق پدرش کوروش بزرگ اعتبار و نفوذی بی‌نظیر در دربار داشت. بر اساس نوشته‌های هرودوت، تاریخ نگار یونانی، آتوسا نقشی کلیدی در مسائل سیاسی ایفا می‌کرد. اون داریوش رو برای حمله به یونان ترغیب کرد و با نفوذ خودش جانشینی خشایارشا رو تضمین کرد. اما داستان امروز ما از جایی آغاز میشه که دنیای این ملکه قدرتمند
با دنیای یک طبیب یونانی به نام دموکدس برخورد کرد. دموکدس پزشکی اهل کروتون پس از اسارت به دربار ایران آورده شد. در ابتدا او یه برده بود، اما مهارت فوق‌العاده‌اش در پزشکی سرنوشتش رو تغییر داد. داستان بیماری آتوسا و درمان موفقیت آمیز اون توسط دموکدس نشون دهنده جایگاه بالای ملکه در درباره. سلامتی او برای شاه اهمیت حیاتی داشت. در ازای این درمان آتوسا به دموکدس اجازه داد تا به وطن خودش برگرده. امروز ما این جهان رو از چشمان دموکدس، یک پزشک یونانی در دربار شوش، تجربه خواهیم کرد. دموکدس در اقامتگاه خودش در نزدیکی مجموعه کاخهای شوش بیدار میشه. نور خورشید از پنجره‌های چوبی روی دیوارهای گچی میفته. اون در حال نوشتن یادداشت‌های پزشکی به خط یونانیه و در ذهنش یاد و خاطره آتن رو زنده میکنه. یک خواجه دربار با لباسی بلند و رنگین وارد میشه. یکی از اشرافزاده‌های پارسی دچار تب شده. پزشک یونانی، شاهزاده از شما درخواست کمک داره. لطفاً با من بیایید. مسیر اونا از بین کاخهای آجوری و بناهایی از سنگ سیاه رنگی میگذره که به دستور داریوش ساخته شدن. دموکدس از دیدن شکوه این بناها هنوز مبهوت میشه. اون انگشتای خودش رو روی آجرهای لابدار رنگی میکشه که سربازان سپاه جاویدان، شیرهای بالدار و موجودات افسانه‌ای رو با جزئیاتی خیره کننده به تصویر میکشن. در پس زمینه صدای چکش صنعتگران و صدای اره به گوش میرسه. صدایی که هرگز در این پایتخت خاموش نمیشه. دموکدس به یاد میاره که کتیبه‌های داریوش در شوش میگن این کاخ از زمینهای دور ساخته شد. چوب سرو از لبنان، نقره و عاج از مصر، لاجورد از ساخت. مردانی از لیدیه سنگ‌ها رو تراشیدن و زرگران مادی و مصری زینت‌ها رو ساختن. شوش نه فقط یک پایتخت، بلکه یک موزه زنده از هنر و کار هر گوشه از جهانه. اونا وارد کاخ آپادانا میشن، تالاری با شکوه که ستونهای عظیم اون به آسمون میرسن و سرستونهایی به شکل گاو دو سر دارن. در اینجا قلب اداری امپراتوری میتپه. دموکدس کاتبایی رو میبینه که با دقت بر روی لوح‌های گلی و تومارهای پوستی مینویسن. اون میدونه که زبان رسمی این دیوان سالاری عظیم نه پارسی، بلکه آرامیه. این انتخاب هوشمندانه ترین تصمیمیه که برای تسهیل ارتباطات بین صدها قوم مختلف گرفته شده. در گوشه‌ای یک هیئت ساتراپ نشین لیدیه منتظر تا به حضور شاه برسه. دموکدس میدونه که امپراتوری به 23 ساتراپی تقسیم شده و هر ساتراپ باید مالیات و نیروی نظامی خودش رو به دربار بفرسته. اما شاه برای کنترل این احکام محلی سیستم نظارتی قوی به نام چشم و گوش شاه داره. بازرسایی که به صورت ناشناس در سراسر امپراتوری سفر کرده و گزارش‌های خودشون رو مستقیما به شاه میدن. دموکدس برای تهیه چند گیاه دارویی کمیاب به نام سفیدک که فقط در منطقه سارد رشد میکنه به بخش تجاری شهر و دفتر مرکزی چاپارخونه میره. اون به ابتدای راه شاهی میرسه، شاهکاری مهندسی که به طول تقریبی 2700 کیلومتر شوش رو به سارد متصل کرده. این جاده سنگفرش شده شریان حیاتی امپراتوریه. در کنار جاده ساختمان چاپارخانه دیده میشه. در اونجا سوارانی تیزرو آماده ی حرکت هستند. دموکدس به یاد جمله‌ای میفته که از یک تاجر یونانی شنیده بود: نه برف، نه باران، نه گرما و نه تاریکی شب این پیک‌ها را از انجام سریع مأموریتشان باز نمی‌دارند. پیامی که از این ایستگاه ارسال میشه میتونه در عرض تنها 7 روز به سارد برسه. سرعتی که در هیچ جای دیگه جهان باستان یافت نمیشد. در نزدیکی چاپارخانه یک زرابخانه دولتی قرار داره. داریوش اولین سیستم مالیاتی منظم و پولی استاندارد جهان رو ایجاد کرده. دموکدس بازرگانانی رو میبینه که در حال مبادله سکه‌های جدید هستند. داری که از طلای خالص و شکل از نقره. هر ساتراپی موظف مالیات خودش رو به صورت همین شمش‌ها یا سکه‌های استاندارد پرداخت کنه. هرودوت مورخ یونانی گفته که ثروت عظیم پادشاه به ویژه از مالیات‌های ساتراپ نشین هند به دست میاد که سالانه بیش از 360 تالنت شمش طلا به خزانه میفرستند. بعد از ظهر بازار بزرگ شوش.
دموکدس وارد بازار پرهیاهوی شوش میشه. بوی ادویه‌های هندی، عطرهای مصری و چرم بابلی در هوا پیچیده. اینجا جاییه که شرق و غرب به هم میرسن. دموکدس شاهد یک شبکه تجاری جهانیه. بازرگانان امنیت کامل دارند و کالاهایی از دورترین نقاط جهان در اینجا یافت میشه. ابریشم خام از چین، ادویه‌جات از هند و سنگ لاجورد از کوههای آسیای میانه. ظروف سفالی و روغن زیتون از یونان، شراب از فنیقیه و پاپیروس و پارچه‌های کتانی از مصر. فرش‌ها و پارچه‌های پشمی ایرانی و گندم از میان رودان و مصر. دموکدس یک تاجر یونانی هموطن خودش رو میبینه و با اون به گفتگو میشینه. تاجر با هیجان از تحولات آتن صحبت میکنه، از شکلگیری یک سیستم سیاسی جدید به نام دموکراسی و از فیلسوفان جدیدی مثل فیثاغورس. دموکدس: ما در یونان در حال خلق چیز جدیدی هستیم. هر شهروند میتونه در سرنوشت شهر خودش سهیم باشه. اینجا همه چیز به تصمیم یک مرد بستگی داره. اما ما آزادیم. دموکدس در افکار خودش این دولت شهرهای کوچیک و پر از آشوب یونان رو با امپراتوری آروم و منظم هخامنشی مقایسه میکنه. آزادی یا نظم؟ کدومش برتره؟ در یونان ما برای آزادی میجنگیم، اما این جنگ ها اغلب ما رو به تباهی میکشن. اینجا صلح حاکمه، اما آزادی یک فرد تنها یک توهمه. دموکدس به عنوان یک پزشک دربار به خانه یکی از نجیب‌زاده های پارسی دعوت شده. خونه نجیب‌زاده یک باغ وسیع و زیبا داره. اون و دیگر مهمونا بر روی تخت‌هایی که با فرش‌های گرانبهای ایرانی پوشیده شده لم دادن. ظروف از طلا و نقره ساخته شدن و زرگران هخامنشی هنر خودشون رو در ساخت جام‌های نوشیدنی و زیورآلات به نمایش گذاشتن. پیش از شروع غذا میزبان پارسی رو به آسمان کرده و دعایی رو در ستایش اهورامزدا زمزمه میکنه. اون برای دموکدس توضیح میده که شاهان هخامنشی خود رو نماینده اهورامزدا بر روی زمین برای برقراری راستی و مبارزه با دروغ میدونن. او با افتخار از کوروش بزرگ یاد میکنه که به تمام ادیان آزادی داد. یهودیان رو از اسارت بابل آزاد کرد و به اونها اجازه داد معبد اورشلیم رو بازسازی کنند. این سیاست آزادی دینی که در منشور کوروش نیز منعکس شده، دلیل اصلی پایداری امپراتوریه. در گوشه ای از باغ یک آتشدان کوچیک قرار داره که نشون از احترام اونها به آتش مقدسه. در دوران هخامنشی، به ویژه در زمان داریوش بزرگ، دین و آیین‌های مذهبی نقش مهمی در ساختار اجتماعی و سیاسی شاهنشاهی ایفا می‌کردند. در مرکز این ساختار مذهبی، طبقه‌ای از روحانیون به نام مغ‌ها یا موبدان زرتشتی قرار داشتند که وظایف متعددی رو اجرا می‌کردند. مغ‌ها در اصل یکی از قبایل ششگانه مادها بودند که به طور سنتی وظایف روحانی و اجرای مراسم دینی رو بر عهده داشتند. با ظهور هخامنشیان و گسترش آیین‌های مرتبط با اهورامزدا، مغ‌ها به عنوان متولیان اصلی دینی در سراسر شاهنشاهی شناخته شدند. گارد جاویدان، اسمی که تاریخ نگاران یونانی به ویژه هرودوت به این واحد نظامی نخبه در ارتش شاهنشاهی هخامنشی دادند. این واحد ستون فقرات ارتش هخامنشی و محافظان شخصی شاهنشاه محسوب می شدند. دلیل اصلی نامگذاری اونا به جاویدان این بود که تعداد این سپاه همیشه دقیقاً 10,000 نفر باقی می موند. هر زمان که یکی از اعضای این گارد بر اثر بیماری، جراحت یا کشته شدن از خدمت خارج می شد، فوراً یک سرباز زبدی دیگه جایگزین اون می شد. در زمان صلح، اونا به عنوان گارد سلطنتی در پایتخت‌هایی مثل شوش و تخت جمشید خدمت می کردن و مسئولیت حفاظت از جان شاهنشاه و کاخهای سلطنتی رو بر عهده داشتند. ولی در زمان جنگ، این واحد به عنوان نیروی پیاده نظام سنگین اسلحه و خط‌شکن در قلب نبردها شرکت می کرد. حضور اونا در میدان جنگ میتونست سرنوشت نبرد رو تغییر بده. کشاورزی ستون فقرات اقتصاد هخامنشیان بود و بخش بزرگی از جمعیت به اون اشتغال داشتند. دولت هخامنشی توجه ویژه‌ای به توسعه کشاورزی داشت، چون مالیات حاصل از اون منبع اصلی درآمد دولت بود. غلات به ویژه گندم و جو
بخش عمده تولیدات کشاورزی رو تشکیل میدادند و برای تأمین نون به عنوان غذای اصلی مردم حیاتی بودند. علاوه بر این، انگور، خرما، زیتون، انجیر و انواع میوه‌ها و سبزیجات نیز به وفور کشت میشد. بخش بزرگی از فلات ایران طبیعتی خشک داره. به همین دلیل ایرانی‌ها در مهندسی آب متخصص بودند. مهمترین نوآوری اونها توسعه و گسترش کاریز بود. شبکه‌ای از کانال‌های زیرزمینی که آب رو از سفره‌های آب زیرزمینی در کوهپایه‌ها به دشت‌های خشک منتقل می‌کرد. این سیستم هوشمندانه امکان کشاورزی در مناطقی که پیش از اون غیر ممکن بود رو فراهم می‌ساخت. سدسازی و حفر کانال‌های آبیاری هم رواج داشت. زمین‌ها عمدتاً به 3 دسته تقسیم می‌شدند. زمین‌های سلطنتی که متعلق به شاه بودند. زمین‌های بزرگان و اشراف که توسط شاه به عنوان پاداش واگذار می‌شدند و زمین‌های مردم عادی در روستاها. کشاورزا روی این زمین‌ها کار می‌کردند و بخشی از محصول خودشون را به عنوان مالیات به دولت یا مالک زمین می‌پرداختند. دامداری هم نقشی حیاتی در اقتصاد و زندگی روزمره مردم داشت و مکملی برای کشاورزی بود. پرورش گوسفند و بز بسیار رایج بود و از پشم، شیر، گوشت و پوست اونا استفاده می‌شد. گاو هم برای شخم زدن زمین، حمل و نقل و تأمین گوشت و شیر اهمیت داشت. اسب جایگاه ویژه‌ای در شاهنشاهی هخامنشی داشت و نمادی از قدرت و اشرافیت بود. از اسب‌ها به طور گسترده در ارتش و در سیستم پستی سری و سیر چاپار استفاده می‌شد. مراتع وسیعی برای پرورش اسب‌های اصیل اختصاص داده شده بود. در سال 50 پیش از میلاد جهان بین 2 ابرقدرت تقسیم شده. در غرب جمهوری روم درگیر جنگ‌های داخلی و جاه طلبی‌های مردانی مثل جولیوس سزاره. در شرق امپراتوری اشکانی به رهبری شاهنشاه اورود دوم با اقتدار حکومت میکنه. تنها 3 سال از نبرد هر میگذره. نبردی که در اون ارتش اشکانی یکی از قدرتمندترین سرداران روم کراسوس رو در هم کوبید و عقاب‌های طلایی لژیون‌هاش رو به غنیمت گرفت. این امپراتوری که توسط قومی ایرانی تبار به نام پارت‌ها از دل ساتراپی پارت بودند، پس از 80 سال سلطه سلوکیان استقلال ایران رو برگردوندن و به شکست‌های تحقیرآمیز پایان دادن. اونا نه تنها یک امپراتوری ساختند، بلکه برای نزدیک به 500 سال به عنوان سدی در برابر توسعه طلبی روم و اربابان جاده ابریشم سرنوشت جهان رو رقم زدن. این داستان اوناست. شخصیت اصلی ما ملکو، یک تاجر و رئیس کاروان ثروتمند اهل شهر نیمه مستقل و استراتژیک پالمیراست. پالمیرا شهری سرسبز و پر رونق در بیابان در میانه راه روم و ایرانه، جایی که فرهنگ‌ها و کالاها به هم میرسن. اون یک شهروند جهانیه که با اشراف رومی و پارتی معامله میکنه. اون امروز در پایتخت زمستانی اشکانیان تیسفونه تا یک معامله بزرگ رو به سرانجام برسونه و ما از چشمان اون یک روز کامل رو در امپراتوری شگفت‌انگیز سپری خواهیم کرد. ملکو روزش رو با بررسی مهمترین و گرانبهاترین کالای جهان اون روز شروع میکنه. ابریشم چینی. اون در حالی که کیفیت و درخشش پارچه‌ها رو زیر ذره‌بین نگاه میکنه، به تاریخ پرپیچ و خم این امپراتوری و مسیری که این کالا طی کرده فکر میکنه. میدونه که بنیانگذار این سلسله ارشک یکم حدود 200 سال پیش فقط یک رئیس قبیله کوچ‌نشین از قوم پرنی، شاخه‌ای از قبایل داهه بود. ارشک با شجاعت و فرصت طلبی از ضعف سلوکیان استفاده کرد و علیه والی یونانی قیام کرد تا یک پادشاهی کوچیک و مستقل در شمال خراسان بسازه. کسی اون زمان فکرش رو هم نمی کرد که همین حکومت محلی روزی تبدیل بشه به ارباب تجارت جهانی و کابوس بزرگترین امپراتوری غرب. جاده ابریشم، شاهراه اقتصاد جهان، از پایتخت امپراتوری هان در چین شروع میشه و پس از عبور از آسیای میانه به مرزهای شرقی ایران میرسه. از همین نقطه به بعد اشکانیان هستن که کنترل پرسودترین و حیاتی ترین بخش این مسیر رو در دست دارن. اونا مثل واسطه های قدرتمند و زیرک عمل میکنن. کاروانها در شهرهای مرزی مثل مرو مالیات‌های سنگینی میدن و امنیتشون توسط سواران پارتی تضمین میشه. با این کنترل اشکانیان نه تنها ثروت افسانه‌ای به دست میارن،
بلکه به طور هوشمندانه مانع تماس مستقیم دو رقیب بالقوه‌شون یعنی روم و چین میشن. رومی‌ها عاشق ابریشم بودن، اما هرگز نمیدونستن این پارچه نرم و درخشان دقیقاً چطوری و توسط چه کسی تولید میشه. راز اون رو اشکانیان با دقت حفظ کرده بودن. کاروان ملکو فقط ابریشم حمل نمیکنه. ادویجات و فلفل از هند، بخور و کندر از جنوب عربستان، سنگ‌های قیمتی مثل لاجورد از بدخشان و پوست‌های گرانبها از استپ‌های شمالی همه در این کاروانسرا یافت میشن. ملکو معاملش رو با دراخماهای نقره‌ای اشکانی انجام میده. روی سکه‌ها تصویر شاهنشاه با صورتی نیمرخ خط شده و پشت اون نمادها و نوشته‌ها به زبان پارتی هستند. سرزمینی که امروز ما اون رو خراسان بزرگ مینامیم در گذشته به نام پارت شناخته میشد. مورخان یونانی مثل استرابون پارت‌ها رو شاخه‌ای از قوم داهه میدونن. مردمی کوچنشین و جنگجو که مهارتشون در سوارکاری و تیراندازی زبان زد بود. زبان اونا پهلوی اشکانی بود، لهجه‌ای از زبان‌های ایرانی شمال شرقی. این سلسله اسمش رو از بنیانگذار خودش ارشک یکم گرفت. پادشاه‌های بعدی هم برای حفظ نام و مشروعیت اون همیشه نام ارشک رو به عنوان یکی از عناوین خود به کار می‌بردن و کم کم حکومتشون به اشکانیان معروف شد. پادشاهان بعدی هم برای حفظ نام و مشروعیت اون همیشه نام ارشک رو به عنوان یکی از عناوین خودشون به کار می‌بردن و کم کم حکومتشون به اشکانیان معروف شد. ارشک بعد از استقلال والی یونانی باختر یا افغانستان امروز از آشفتگی امپراتوری سلوکی استفاده کرد و قیام کرد. اون در شهر آساک در منطقه گوچان امروز تاجگذاری کرد، اما عمر پادشاهیش کوتاه بود و در نبردی کشته شد. قدرت واقعی اشکانیان با برادرش تیرداد یکم آغاز شد. اون به جای کشورگشایی بی‌محابا مرزها رو مستحکم کرد و با اقوام سکایی در اون سوی جیهون هم پیمان شد تا در برابر حملات سلوکوس دوم مقاومت کنند. پس از شکست دادن سلوکیان، پایتختش رو به شهر تازه تأسیس دارا منتقل کرد تا از نفوذ یونانیان در شهرهای قدیمی در امان باشه. این شاهان اولیه با صبر و استراتژی پایه‌های امپراتوری آینده رو بنیان نهادند. تیسفون در ساحل شرقی رود دجله و درست کنار پایتخت قدیمی سلوکیان یعنی سلوکیه ساخته شده. این دو شهر با یک پل به هم متصل بودند و نمادی بودند از ساختار امپراتوری اشکانی. سلوکیه همچنان شهری یونانی با فرهنگ و معماری خاص خودش باقی موند، در حالی که تیسفون به عنوان اردوگاه نظامی و مرکز قدرت ایرانیان پارتی رشد کرد. با گذشت زمان تیسفون اونقدر بزرگ و قدرتمند شد که سلوکیه رو در خودش بلعید. ملکو برای ثبت کالای خودش به دفتر یه مقام دولتی میره. در مسیر از کنار محل برگزاری مجلس مهستان عبور میکنه. در رأس حکومت شاهنشاه از خاندان ارشک قرار داره، اما قدرتش مطلق نیست. امپراتوری بیشتر شبیه یک سیستم تقریباً فئودالی اداره میشه. خاندان‌های اشرافی بزرگی مثل سورن، کارن و مهران بر سرزمین‌های وسیعی نیمه مستقل حکومت میکنن و ارتش‌های شخصی خودشون رو دارن. این خاندان‌ها اونقدر قدرتمندن که مجلس مهستان، مجلسی متشکل از بزرگان و اشراف، میتونه در انتخاب یا حتی عزل پادشاه نقش کلیدی داشته باشه. این ساختار غیر متمرکز هم نقطه قوت اشکانیان بود چون به اونها انعطاف پذیری میداد و هم نقطه ضعف چون همیشه مستعد جنگ‌های داخلی بود. ملکو در بازار شنید که اورود دوم پادشاه کنونی پس از یک جنگ داخلی خونین با برادرش مهرداد سوم به قدرت رسیده. سردار نابغه و فاتح نبرد هران به دلیل محبوبیت بیش از حدش قربانی حسادت شاه شد و به دستور اون کشته شد. در این امپراتوری قدرت همواره بی‌ثبات و مرگبار بوده. اوجگیری واقعی اشکانیان با مهرداد یکم آغاز شد. اون یک فاتح بزرگ و استراتژیستی بی‌نظیر بود. مهرداد با بهره‌گیری از ضعف همزمان سلوکیان در غرب و پادشاهی یونانی باختر در شرق ابتدا ماد و سپس قلب میان رودان یعنی بابل و سلوکیه رو فتح کرد. بعد به خوزستان و پارس لشکر کشید و امپراتوری رو تا خلیج فارس گسترش داد. اون نخستین پادشاه اشکانی بود که مثل شاهان هخامنشی لقب پر افتخار شاهنشاه رو برای خودش برگزید و خودش رو دوستدار یونان نامید تا رضایت جمعیت بزرگ یونانی ساکن در شهرهای ایرانی رو جلب کنه.
بعد از یک دوره کوتاه از تهاجم اقوام سکایی و یوئچی از شرق که به مرگ دو شاه اشکانی، فرهاد دوم و اردوان دوم انجامید، نوبت به بزرگترین شاهنشاه این سلسله رسید. مهرداد دوم یا مهرداد بزرگ. اون انتقام شکستای پیشین رو از اقوام شرقی گرفت و اونا رو به شدت سرکوب کرد. قلمرو اشکانیان رو از مرزهای هند تا میان رودان و از قفقاز تا خلیج فارس گسترش داد و ارمنستان رو به یک دولت تابعه تبدیل کرد. در دوران اون اولین تماس رسمی بین اشکانیان و روم برقرار شد. وقتی نمایندش با سردار رومی سولا دیدار کرد، همچنین اولین سفیر از امپراتوری هان چین به دربار اون رسید. در زمان مهرداد دوم امپراتوری اشکانی رسما به یک قدرت جهانی در کنار روم و چین تبدیل شد. ملکو برای نهایی کردن معامله ابریشم به ویلای باشکوه یکی از نجیب زادگان خاندان سورن دعوت شده، خویشاوند سردار فقیه سورنا. ویلا ترکیبی شگفت‌انگیز از معماری ایرانی و یونانی داره. حیاتی با ستونهایی به سبک یونانی به یک ایوان بزرگ و تاقدار منتهی میشه. ایوان نوآوری معماری پارتیه که بعدها به مشخصه اصلی معماری ایرانی و اسلامی تبدیل خواهد شد. نجیب زاده‌ای تنومند با سبیلی بلند نماد اصالت و افتخار خاندانش با غرور از نبرد هران یاد میکنه و راز پیروزی ارتش اشکانی رو برای ملکو توضیح میده. رومی‌ها به پیاده نظام سنگین خودشون میبالیدن، لژیونرهای منظم و آهنین، اما در دشت‌های باز میان رودان هدفی آسون برای هزاران سوارکار کماندار ما بودن. ما مثل یک ابر از تیر اونا رو پوشوندیم با تیراندازی پارتی، یعنی شلیک به عقب هنگام عقب نشینی تاکتیکی. لژیون‌هاشون رو از فاصله دور تار و مار کردیم. اونا حتی جرأت نزدیک شدن نداشتن. وقتی دشمن از بارون تیر خسته و زخمی شد و نظم خودش رو از دست داد، نوبت ما رسید. ما سوارکارا که از سر تا پا زره پوشیده بودیم، حتی از پای قدرتمند نیساییمون پولکی یا ورقه‌ای زره داشتن. مثل یک دیوار آهنین متحرک با نیزه‌های بلندمون به قلب آرایش به هم ریخته‌شون زدیم. کراسوس فکر می‌کرد تیرهای ما تموم میشه. اون نمیدونست ما یک سپاه از هزاران شتر داریم که تنها کارشون حمل تیرهای اضافی برای کماندارانه. جنگ رو به یک بیابان سوزان کشوندیم، جایی که پیاده نظام سنگین اونا زیر آفتاب و تشنگی از پا در می اومد و سواران سبک ما به راحتی مانور می دادن. این ماشین جنگی ترکیبی برای قرنها ارتش روم رو در مرزهای شرقی متوقف کرد. حتی خود رومی ها هم بعدها با تقلید از اشکانیان واحدهایی از کمانداران سواره رو به ارتش خودشون اضافه کردند. ملکو بعد از یک معامله موفق در حال قدم زدن در خیابان‌های روشن از نور مشعل تیزفونه و از کنار یک مجموعه مذهبی عبور میکنه که در اون معابدی با سبک‌های مختلف دیده میشه. امپراتوری اشکانی به تسامح دینی و فرهنگ ترکیبی خودش شهرت داره. در تیزفون معابدی برای خدایان مختلف وجود داره. اشراف اشکانی خدایان کهن ایرانی مثل اهورامزدا، میترا و آناهیتا رو میپرستند. اما همزمان ادیان باستان بابلی، ایزدان یونانی و جوامع بزرگ و ثروتمند یهودی نیز در آرامش کامل به زندگی و عبادت خودشون ادامه میدن. برخلاف جانشینانشون ساسانیان، اشکانیان دین رو به ابزاری برای کنترل شدید مردم تبدیل نکردند. به همین موضوع به ثبات امپراتوری چند فرهنگی اونا کمک میکرد. ملکو در میدان شهر مجسمه هایی رو میبینه که به سبک یونانی ساخته شدن، اما یه تفاوت اساسی دارن. چهره‌ها به جای اینکه مثل مجسمه های کلاسیک یونانی به سمتی دیگه نگاه کنن، مستقیم به بیننده خیره شدن. این نگاه از روبرو مشخصه اصلی هنر پارتیه که تأثیر عمیقی بر هنر بیزانس و قرون وسطای اروپا گذاشت. در گوشه‌ای یک کوسان یا دوره‌گرد در حال خوندن اشعار حماسی در مورد قهرمانان و پادشاهان باستانی با نوای چنگه. از اشکانیان آثار مکتوب زیادی به جا نمونده، چون تاریخ و ادبیات اونا بیشتر به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل می شد. همین قوسان‌ها حافظان تاریخ و داستان‌های ملی ایران بودند. داستان‌هایی که قرن‌ها بعد اساس شاهکار فردوسی یعنی شاهنامه رو تشکیل دادند. با وجود تمام شکوه و قدرت، بزرگترین ضعف اشکانیان دشمنی بود که از درون اونا رو می‌خورد. جنگ‌های داخلی بی‌پایان بر سر جانشینی.
این درگیری ها امپراتوری رو بارها تا مرز فروپاشی برد. به عنوان نمونه فرهاد چهارم پس از به قدرت رسیدن پدر شروط دوم و تمام 30 برادرش رو به قتل رسوند تا رقیبی برای خودش باقی نذاره. این خشونت ها باعث شد بسیاری از نجیب زاده های ایرانی به روم پناهنده بشن. در دوره این نفوذ روم حتی به حرمسرای شاهنشاه هم رسید. فرهاد چهارم با یک کنیز ایتالیایی به نام موزا که از طرف قیصر روم به اون هدیه داده شده بود ازدواج کرد. موزا با فریبایی و هوش خود به مقام ملکی اصلی رسید و شاه رو متقاعد کرد تا پسران دیگرش رو برای حفظ امنیت به روم بفرسته. سرانجام موزا و پسرش فرهاد پنجم فرهاد چهارم رو مسموم کرده و خودشون به طور مشترک بر تخت نشستن. این دوره اوج نفوذ رومیان در دربار ایران بود و ضعف حکومت مرکزی رو به نمایش گذاشت. آخرین افتخار نظامی بزرگ اشکانیان در زمان اردوان پنجم رقم خورد. امپراتور روم کاراکالا با نیرنگی به ایران حمله کرد و پایتخت رو غارت کرد، اما در ضد حمله اشکانیان به سختی شکست خورد و خودش نیز به قتل رسید. جانشین اون ماکرینوس در نبردی سهمگین از اردوان شکست خورد و مجبور شد غرامت جنگی بسیار سنگینی به ایران بپردازه. اما این پیروزی بزرگ آخرین توان امپراتوری رو گرفت. در حالی که اشکانیان درگیر جنگ با روم بودند، اردشیر بابکان که یک حاکم محلی از ایالات پارس و از تبار موبدان زرتشتی بود قیام کرد. اون با شعار احیای دین زرتشتی و ایجاد یک حکومت متمرکز و قدرتمند، حمایت موبدان و بخشی از اشراف رو که از تساهل دینی و ضعف پادشاهان اشکانی ناراضی بودند جلب کنه. اردوان در نبردی سرنوشت ساز با اردشیر روبرو شد، شکست خورد و کشته شد. پس از نزدیک به 500 سال حکومت، طولانی ترین سلسله پادشاهی تاریخ ایران در سال 226 میلادی سقوط کرد و جای خودش رو به امپراتوری قدرتمند ساسانیان داد. ساسانیان که خودشون رو وارثان حقیقی هخامنشیان میدونستند، تلاش کردند تا بسیاری از آثار و میراث اشکانیان رو محو کنند و به همین دلیل که ما امروز در مقایسه با هخامنشیان و ساسانیان اطلاعات کمتری از این امپراتوری بزرگ داریم.